درود و مهر، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. سقوط نیکولاس مادورو نه یک رویداد دفعی بلکه فرایندی لایمند، تدریجی و مهندسی شده است که در تلاقی 3 میدان اصلی، یعنی فرسایش درونی قدرت، فشار هوشمند بیرونی و فروشپاشی معنا در نظم سیاسی شکل می‌گیرد. آنچه در ونزوئلا رخ می‌دهد به زعم این دیدگاه نمونه کلاسیک از سقوط نظام سیاسی بدون فتح نظامی و حملات ارتش به صورت کلاسیک است. مدلی که در جهان پسا لیبرال و عصر جنگ‌های ترکیبی به تدریج جایگزین کودتاها و مداخلات سخت شده است. نخستین معنا در این زمینه فرسایش درونی قدرت است. زمانی که یک دولت انقلابی از گفتمان انقلابی و دولتی با این نام تبدیل به یک دولت بقا می شود. بر این باورم که مادورو وارث یک دولت کاریزماتیک انقلابی، یعنی دوران چاوز بود و چاویسم به هر تقدیر در درون او ادامه پیدا کرد، اما خود او نتوانست آن کاریزما را باز تولید کند. در نتیجه دولت او از نمایندگی اراده عمومی به مدیریت بقای قدرت تنزل یافت. این گذار دارای نشانه‌های اساسی است. نخست، اقتصاد تک محصولی نفت محور که در برابر تحریم‌ها شکننده بود و امکان مانور راهبردی را از دولت گرفت. دوم، فساد ساختاری که مشروعیت اخلاقی نظم سیاسی را فرسود. سوم، نظام توزیع رانتی که به جای خلق وفاداری پایدار وابستگی کوتاه مدت ایجاد کرد. چهارم، امنیتی شدن سیاست که شکاف دولت ملت را عمیق‌تر ساخت. در این نگرش این مؤلفه‌ها باعث شدند دولت مادورو دیگر قدرت مولد نباشد، بلکه صرفاً قدرت نگهدارنده و تلاش برای بازمانده در دستور کار قرار گیرد. این تلاش برای بازماندن موجب شد چنین قدرتی در برابر فشارهای ترکیبی بیرون تاب نیاورد. در کنار آن فشار بیرونی هوشمند است، محاصره بدون جنگ. در این تحلیل ایالات متحده و متحدانشان از الگوی R2B استفاده کردند. البته این بار نه به صورت گذشته که به صورت معکوس، یعنی نه با مداخله نظامی مستقیم، بلکه با تحریم‌های چند لایه، انزوای دیپلماتیک، جنگ روایت‌ها و جنگ آیینی که مشروعیت زایی در یک دولت انقلابی را به مشروعیت زدایی تبدیل می‌کند. تحریم‌ها صرفاً اقتصادی نبودند، بلکه نشانه سیاسی برای الغای ناتوانی دولت در تأمین زندگی روزمره به حساب آمدند. به موازات آن، به رسمیت شناختن اپوزیسیون، ایجاد دولت موازی نمادین و برجسته سازی بحران انسانی موجب شد دولت مادورو از بازیگر سیاسی به یک مسئله بین المللی تبدیل شود. تأکید دارم که این الگو دولت را در وضعیتی قرار می‌دهد که هر تصمیمش یا به تشدید فشار خارجی می‌انجامد یا به ریزش داخلی، وضعیتی که می‌توانم آن را تله استراتژیک مشروعیت بنامم. در اینجا ما فروپاشی معنا را داریم. جنگ روایت، جنگ آیینی و نهایتاً جنگ ساختاری.
وقتی معنا فرو می‌ریزد پایان روایت است و آغاز بی‌اعتمادی. نقطه کانونی در اینجا نه اقتصاد است و نه تحریم، بلکه فروپاشی روایت مسلط است. هیچ نظام سیاسی صرفاً با زور یا پول سقوط نمی کند. زمانی فرو می‌ریزد که دیگر نتواند به جامعه بگوید چرا باید ادامه دهیم. چاویسم یک روایت داشت: عدالت اجتماعی، استقلال، کرامت ملی. اینها شعارهایی بود که هوگو چاوز گرد آن چنبره زده بود. مادرو نتوانست این روایت را در شرایط جدید بازتعریف کند. در نتیجه جامعه با گسست‌های معنایی مواجه شد. گسست میان وعده و واقعیت، گسست میان رنج و امید، گسست میان دولت و آینده کشور. اینجاست که به تعبیری میتوانیم گفت سقوط پیش از سقوط رخ داد و این نظام پیش از فروپاشی رسمی در ذهن جامعه فرو ریخت. ونزوئلا را نمیتوانم یک مورد خاص بدانم. این الگو یک الگوی هشدار دهنده برای دولت‌های ایدئولوژیک فاقد بازتولید مشروعیت است. سقوط مادرو نه پایان یک دولت، بلکه نشانی از گذار جهان از کودتاهای سخت به فروپاشی‌های نرم است. فروپاشی‌هایی که در درون ریشه دارد، اگرچه از بیرون تندبادها به آن می‌وزند. جایی که اقتصاد، رسانه، حقوق بشر و معنا همه چیز امنیتی می شود و در یک زمان و همزمان از داخل تهی می گردند. مادرو شکست نخورد، بلکه در یک بازی بزرگتر قواعد را دیر فهمید و شکست را بر خود تحمیل کرد. دیر فهمیدن قواعد خود نوعی شکست قطعی است. از این جهت باید در باب مادرو و سقوط او به نیکی و درستی اندیشید.